لي ظن جميل وافر قدمته وامشي به يسعى معي. بیان وجوب اطاعت از الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم. درسای گذشته ما متعلق مفهوم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بود. ما مقصد کلمه را فهمیدیم که مراد از لا اله الا الله چیست و از محمد رسول الله چیست. یقینا درسای خیلی مهم بود، به خاطر که یک مسلمان باید هدف لا اله الا الله و محمد رسول الله را درک بکنه که لوازم اینی کلمه چی است و مقتضیاتش چی است، از ما چی مطالباتی داره. از امو خاطر بود که هر مسلمان باید، اگر مرد است اگر زن است، باید مطلب و مقصد کلمه را بدانه. امروز درس در مورد عزیز که اطاعت الله و رسولش واجب است، ضروری هست. اینجا واجب به معنای از اون نیست که اصطلاح فقها است که فرض، واجب، سنت، مستحب میگه. زمانی که کلمه وجوب در اینطور کتابا میگه مراد از پیشش فرضیت است، لازم بودن و حتمی بودن است. یعنی یک امر ضروری است که ما اطاعت از الله و رسول الله بکنیم. حالی مفهوم اطاعت چیست اینجا بر ما تشریح میشه. اطاعت الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم اصل از اصول دین اسلام است. اگر یک کسی با وصفی که میپذیره اسلام اما اطاعت از الله نمیکنه، از حکم الله نمیکنه، اطاعت از حکم رسول الله نمیکنه، یا آدم مسلمان نیست. از او خاطر میگه که بنده مسلمان شمرده نمیشود تا آنکه تابع و منقاد اوامر الله متعال و اوامر پیامبرش صلی الله علیه و سلم نباشد و معتقد باشد که طاعت الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر وی واجب است. در پهلوی ازی بعد عقیده و باور داشته باشی که یقینا حکم الله سر ما ضروری است و حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ما ضروری است. پس کسی که فرمان بردار و مطیع اوامر الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه و سلم بود، یقینا رستگار شده، خوشنودی، رحمت، فضل و کرم الله متعال را به خود جلب نموده و از عذاب دردناک نجات یافته است. اما کسی که از طاعت الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم سرپیچی نبوده و روگرداند، یقینا زیان و خسران بزرگ و آشکار را به خود جلب نموده و خیشتن را در معرض قهر و غضب و عقوبت الهی قرار داده است. و اگر کسی ادعا کند که او میتواند و اجازه دارد که از اطاعت و حدود الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شود، چنین شخص کافر است، زیرا الله جل عظمته میفرماید. در اینجا مؤلف رحمه الله نصوصی را از قرآن و حدیث جمع کرده که دلالت بالای لازمی بودن و فرض بودن اطاعت الله و رسولش میکنه. یعنی این گپی از بیرون نیست، گپی است که کتاب الله متعال ای را تایید میکنه، تصدیق میکنه که اطاعت الله ضروری است. آیت اول که از سوره احزاب است، آیه 36، الله متعال میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، نیست برای مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمن، اذا قضى الله و رسوله، زمانی که فیصله کنه الله متعال و پیغمبر او امرا یک کاری را، ای یکون لهم الخیرة، که باشه برای ازوا اختیار، من امرهم، در امور خیش. هیچ مؤمن اگر مرد باشه اگر زن در امور خود بعد از فیصله الله و رسول الله دیگه اختیاری نداره. و من یعص الله و رسوله، کسی که نافرمانی میکنه از الله و رسول الله، یعنی مخالفت حکم الله، امر الله و رسول الله را میکنه، فقط ضل ضلالا مبینا، یقینا ای گمراه شده به گمراهی آشکارا. آیت اگرچه در مورد خاص نازل شده، زمانی هست که زینب رضی الله عنها را زید رضی الله عنه طلاق داده. زینب رضی الله عنها از جمله اقارب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زن خیلی از خاندان بزرگ. لیکن زید رضی الله عنه اگرچه در حقیقت غلام نبوده، لیکن نام غلام سرش نهاده شده و آزاد شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و او را متبنا گرفته برای خود. اما بازم او را طلاق میده. یک صدمه بزرگ است که یک زنی از یک خاندان بزرگ از طرف زید رضی الله عنه طلاق میشه. در اونجا هست که چیسته
پیغمبر علیه السلام وقتی زید رضی الله عنه را میگه که را نگاه کو و ایره طلاق ندی، لیکن موافقت در بینشان نمی آید. بعضی ها قائل به ایستند که در مورد از او نازل شده و بعضی مورد دیگری را نقل میکنه که زنی بود از جمله زنای صحابه کرام که او را طلاق داده بود، پس بعد از عدت طلاق میخواستند که با هم باز نکاح بکنه، تجدید عقد بکنه، لیکن اقارب و اولیای زن نمی گذاشتن که او را به نکاح بگیره. الله متعال ای آیت را روان کرد. اما حکم قرآن کریمی طور است وقتی آیت میه به شکل قانونی عمومی میه، یعنی برای همگان می باشه و در اینجا اهمیت فرمان الله و رسول الله برای ما واضح میشه. زمانی که در مورد شخصی فیصله الله و رسول الله صورت میگیره، باز هیچ نوع اختیار به چیسته هیچ بنده مومن و زن، مرد باشه یا زن باشه، وجود نداره. تعجب است امروز فرمان الله در یک امر میره اما ما مردم همون فرمان الله را نادیده میگیریم. فرمان رسول الله در یک مورد هست اما ما نادیده میگیریم. به طور مثال فرمان الله است کدام زنی که شوهرش وفات بکند اگر این حامله نباشه 4 ماه و 10 روزه سوگواری یا ترک زینت احداد برش میگه، ای در خانه شوهر تیر بکنه، یعنی ای گشت و گذار نمیتونه، در جای رفته نمیتونه، امینجا امی عدت خود سپری بکنه، زینت نمیتونه، کسی را خواستگاری نمیتونه. اما با تاسف امروز مردم ما به مجردی که شوهر زن وفات بکنه 3 روز بعد یا 4 روز بعد پدر دختر آمده و دختر خود به در میبره در خانه خود، در حالی که خلاف حکم الله متعال است. ما میبینیم علتش ایسته که مردم اعتنا نمیکنه به حکم الله متعال، حالان که در حکمی که الله کرده در او مصلحتای خیلی زیادی میباشه اما ما نمیدانیم. یا به طور مثال الله متعال حکم کرده سود نخوره، چرا که جنگ با الله هست، اما ما میبینیم که امروز مردم سود میخوره. اینجاست که خلاف اطاعت الله متعال مردم قدم بالا میکنه. عدم تابعداری از پیامبر صلی الله علیه وسلم و از اوامرش. امروز که به بدعت ها ما مبتلا شدیم، به خاطر مبتلا شدیم که اوامر پیامبر صلی الله علیه وسلم در نظر نمیگیریم. پیغمبر علیه السلام برای ما میگه که من عمل، حدیث پیش تیر کردیم، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک کاری را انجام میده که او دستور ما موجود نباشه، او مردود است به نزد الله متعال. اما ما اعمال را خود ایجاد میکنیم، کیفیتش، طریقش، تخصیص جایش، تخصیص زمانش، کیفیتش از خود ایجاد میکنیم، حتی عمل نو پیدا میکنیم که سابقه وجود نداره اما میگیم این موجب ثواب است. پس اینجا معارضه است با قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که عمل انجام میده که اوجه دستور ما نیست، او چی است؟ مردود است. اما تو میگیم نه موجب ثواب است. تعجب است. در این آیت بر ما واضح شد که توری کس کاری را که الله متعال و پیغمبر فیصله بکنه، بعد از او مرد مومن و زن مومن هیچ حق نداره که مخالفت از او را بکنه. این آیت مرتبه و مقام اطاعت الله و رسول الله را بر ما واضح می سازه که امر ازواج ضروری است. لازم است که تو چون تسلیم شده خود اقرار و اعتراف کرده معنای لا اله الا الله امی بود که ما اوامر الله را میپذیرم، هر حکمی را که سرم میکنه ما او را در سر میرسانم. معنای پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم می بود که اوامر از او را ما بجا میکنم، اما وقتی بجا نمیکنی مخالفت است. یک و می فرماد در سوره محمد آیه 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اطاعت الله را بکنی و اطیعوا الرسول، اطاعت پیغمبر الله را بکنی. اینجا مسلمانا الله متعال یارا مامور می سازه که اطاعت الله و اطاعت رسول بکنه. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتان باطل نسازی، محو نکنی، بی اثر نسازی. آیت از سر اول آیت ایرا برای ما فرمان میده که شما اطاعت الله و رسول بکنی، لیکن در آخر میگه اعمالتان باطل نکنی. از اینجا معلوم میشه که بعضی اسبابی است که سبب باطل شدن عمل میشه. معلوم شد که کسی که اطاعت الله و اطاعت رسول الله را نمیکنه
او عملش باطل است، محو است، اثر نداره. ما اعمالی که انجام میدیم به این نیت مقصد انجام میدیم که عمل ما نتیجه را به بار بیاره، ثمره داشته باشه. اگر یک انسان محنت میکنه، زحمت میکنه، اما ثمره نداره، او به هدر میره. چرا که تو محنت کشیدی، زحمت کشیدی، اما ثمره در دست نآوردی. تاسف است ما در صورتی که محنت و زحمت کاری دنیا را میکنیم، اگر همون نتیجه دنیا مرتب نمیشه بسیار خفه میشیم، به خاطر که محنت کردیم، زحمت کردیم، اما نتیجه مرتب نشده. پس الله متعال در امور آخرت ما را دعوت میده به سوی اطاعت الله و رسول الله، و بعد از اون میگه که اعمالتان باطل نکنی. بطلان عمل زمان میشه که خلاف فرمان الله، اطاعت الله و خلاف فرمان اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کار شوه یا عمل انجام داده شوه. اگر اینطور باشه، این اعمال با وصفی که محنت زیادی کشیده باشی به نزد الله متعال مقبول نیست، هیچ نوع اثری نداره. و می فرماید سوره آل عمران آیه 132 و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. الله متعال رحمت خود موقوف می سازه بالای اطاعت الله و رسول الله. هیچ انسان نیست که به رحمت الله ضرورت و نیازی نداشته باشه. ما هر لحظه عمر ما به رحمت الله ضرورت داریم. این کل زندگی ما، وجود ما، آثاری که بیرون مشاهده میکنیم، امو کمال ما، مرتبه و حیثیت ما، کلش نتیجه اثری رحمتی کیست؟ الله متعال است که الله رحم کرده. اگر الله رحم نکنه، الله میتونه انسان در می حالت عذاب بده، جای به جای کنه، هیچ امر، هیچ اختیاری دیگه کسی نداره. اما الله رحمت میکنه، برایت عمر بخشیده، امکانات داده، از رحمت الله متعال استفاده میکنی. زمانی این رحمت سری تو میشه از جانب الله متعال که توی اطاعت الله و رسول الله را کرده باشی، فرمان الله را پذیرفته باشی، فرمان رسول الله را. به طور مثال الله فرمان داد که نماز بخوانه، پیغمبر طریقی خواندن نماز در شام برای ما بیان کرد که 3 رکعت نماز ما خواندیم. اینجا عقل در کار نمیندازیم که نه 3 رکعت نمیخوانیم، 4 میخوانیم، در 3 رکعت نمیشینیم، بلکه دیگه نمازها وارد 1 رکعت دیگر هم زیاد میکنیم، 4 میشه، باز این نماز ما خوب تکمیل میشه، به خاطر که در 1 رکعت اضافه تعظیم الله شد، قرائت شد، رکوع شد، سجده شد. نه، اینجا فرمان الله را به مطلقی پذیرفتن یا انجام دادن فریضه الله شد، اما کیفیت و طریقش و وقتش کلش پیغمبر برات بیان کرد. اینی اطاعت از الله و رسول الله. اگر یک انسان امیالی نماز اثر نخونه، اطاعت الله را نکرده. اگر یک انسان نماز میخونه اما به وقتش نمیخونه، دمی وقتی که پیغمبر مخوانده یا به اون کیفیتی که پیغمبر خونده نمیخونه، این اطاعت رسول الله را نکرده. در این صورت عمل تو هیچ نوع اثری نداره، به خاطری که نه اطاعت الله را کردی، نه اطاعت رسول الله را. اگر از یکیش کردی، از دیگیش نکردی، حالان که شرط قبولیت عمل اطاعت هر دوست. در دیگه جای سوره نساء آیه 13 و 14 الله می فرما و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، یدخله جنات تجری من تحت الانهار. چقدر مفهوم واضح است. کسی که اطاعت الله و رسول الله، آیا اوامر الله و رسول الله جدا جداست؟ یکی با دیگه مخالف است؟ نه، اطاعت الله فرامین الله است، اطاعت رسول الله نقشه عبادت الله متعال است که پیغمبر برای تو داده، تو باید امور پیروی بکنی، از خود اضافگی، زیادت، کمی، نقصان هیچ چیزی برش نکنی. الله متعال میگه کسی که این 2 امر تکمیل میکنه، یدخله جنات، داخل میکنه الله در باغهایی که تجری روان میباشه، من تحت الانهار، در پیش زیر درختای یا قصرهایش جویها، خالدین فیها، همیشه در اونجا میباشه. و ذلک الفوز العظیم. یک کسی را که الله متعال رحم بکنه و الله برش توفیق عنایت بفرماید در دنیا که او اعمال خود در زیر اطاعت الله، فرمان الله سپری میکنه و همچنان اطاعت رسول الله، اونطور مردم را الله در اینطور باغها داخل میکنه که زیر قصرهایش نهرها جاری است، خالدین فیها. باغای دنیا نیست که محو شوه، فصلا داشته باشه، همیشه در او هستند. اینمی و ذالک الفوز العظیم، داخل شدن در جنت الله که بعد از اون نه رنج است، نه زحمت است، نه دو است، نه دشنام است، نه مصیبت است، نه تلخیص، هیچ نوع رنج و غم برای تو میاثر نیست. اینی کامیابی بزرگ است. کامیابی بزرگ برای کسی حاصل است که یقینا در جای مهمانی الله متعال که جنت است داخل شود. بعد از میگه و من یعص الله و رسوله، و کسی که نافرمانی الله را میکنه و رسول الله را میکنه، و یتعد حدوده، تجاوز میکنه از حدود الله، چی میکنه؟ یدخله نارا،
داخل می سازه ایره در آتش خالدن فیها که همیشه در آتش می باشه و له عذاب مهین، به این طور آدم عذاب خیلی رسوا کننده یا سبک کننده است. مخلوق عاجز که الله متعال ایره پیدا کرده چیزی توانمندی بالاتر برای خود نداره، همه دادی الله متعال است، اما امی بخششایی که الله سرش کرده ایره نعوذ بالله به باد هوا گرفته، به باد استهزا گرفته، بر علیه اطاعت الله مخالفتش شروع میکنه. یک کسی رو تو اکمال کنی، همه نعمتها را سرش ارزانی کنی، اما او بخیزه در مقابل راه غلطی را بپیمایه، نعوذ بالله. بسیار زور میده آدم، چقدر انسان هیچ تحمل نمیتونه. پس امی قسم الله متعال انسان چی انعاماتی داده، لیکن باز همون نعوذ بالله رای دیگری را بگیره، رای شیطان را بگیره. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته وامشي به يسعى معي. يا